الان که دارم باهاتون صحبت میکنم تمام دستگاه ها دارن میرن رو به کوچیک و کوچیک و کوچیکتر شدن و اینم تقریبا میشه گفتش که یه رقابتی هست بین برندهای دیگه که هی دستگاهشون رو کوچیکتر میکنن. حالا بعضیاشون میتونن کیفیت رو حفظ کنن، بعضیا نمیتونن کیفیت رو حفظ کنن. یه خوبی داره یه بدی داره که هرچی کوچیکتر میشه خب دستگاه ضعیفتر میشه. بدیش هم اینه که درست گفتم؟ اون بدیش بود دیگه، نمیدونم یادم رفت چی گفتم. بدیش اینه که دستگاه ضعیفتر میشه. خوبیش هم اینه که خب وقتی کوچیکتر بشه خوش دست‌تر و خوشگل‌تر و باحال‌تر و گوگولی‌تر میشه. خانم ها آقایان درود بر شما، من فرشادم و امروز اینجام با یوول کالیبرن جیز 2 در خدمتتون هستم. جایی نرید که این کوچولوی جذاب رو با هم تستش کنیم. بریم و برگردیم. یوول کالیبرن جیز 2 دیگه اینو مثل یه سری از دستگاه ها نمیتونم بهتون نشونش ندم، ولی بازم میذارمش کنار که ببینیم داخل جعبه چی داره. اینجا چیزی نیست. یه دونه دفترچه راهنما، دفترچه که کاغذ راهنما، یه دونه کابل شارژ معمولی و کوتاه، یه دونه کویل یدک اهم 1/2 نزدیکتر، بله، و یه دونه هم رطوبتگیر. بریم سراغ خود دستگاه. یه کوچولو من زوم بکنم. این شکل ظاهریشو اول ببینید. بریم سراغ مشخصات. جنس بدنه آلومینیوم و پلاستیکه. ابعادش 7 سانت و 2 میل با کارتریج، در 2 سانت و 9 میل در 2 سانت و 2 میل. وزنش خیلی سبکه، 47 گرمه. قدرتش 17 واته، کامدهیش به صورت اتوماته. باتریش 850 میلی آمپره که در مقایسه با هم رده های خودش باتریش ضعیفه. و یه دونه که 2 تا چراغ LED این قسمت و این قسمت داره. ظرفیت این مخزن 2 میلی لیتره و از کارتریجای کالیبرن G استفاده میشه، کالیبرن G2 استفاده میشه براش. کویلاش هم کویل کالیبرن یا کویل UN2 که یکیش 8 این چیزی که الان رو خودشه و یه دونه هم اهم 1 و 2 یدک داشت. این چراغ LED اینجاست. الان روشن شد که اینو در آوردم. یه دونه این ور داره، یه دونه هم این ور. این تا اینجای کار. دستگاه که اصلا گم میشه توی دست یه آقا، حالا تو دست خانم قطعا کوچیک‌تره و تو دست آقا گم میشه و اینجوری هم حتی میشه گرفت و کام گرفت که اصلا کسی نبینه چی به چی و متوجهش بشه. این رنگی که روشه رنگ خیلی جذابیه و مات هم هست و اینکه این قسمت هم که پلاستیکه، این روبرو پلاستیک ساده است. این برم یه حالت گوش کنید، یه حالت برجسته تور داره. این بر یه ایرفلو داره، این برم یه ایرفلو. این زیر سوکت شارژ تایپ سیه و اینکه استانداردهای اروپا رو داره و تو سطل زباله هم نندازید، چشم نمیندازیم. سنسور باز هم مثل همیشه اون کفه و این کارتریجو که دیگه میدونیم، یا اگرم نمیدونیم ویدیوهای قبلی یوول من گفتم اینو که این کارتریج سلطان ریزش و اینکه باز هم 1 میل کلن از اون کف دستگاه بالاتره. اینم به این شکل، اینم خاریه، خود کارتریج خاریه و اینجا میاد اونطوری اینجا قرار میگیره. یه سری دستگاه‌های یوول رو من دیدم، اونایی که به این شکلن آلومینیومن و پلاستیکی ها رو خواهش میکنم باهاشون این کارو نکنید، میشکنه تو 100 ثانیه میشکنه. اینجا این کارتریج راحت بازی میکنه اینجا و چف نمیشه. از این قسمت خیلی کم، آروم آروم زور بزنید، هی چند بار بذارید تست کنید.
یه کوچولو که سفت بشه اینم دیگه میره و کیپ سر جاش قرار میده. دیگه این قسمت هم بهتون بگم که جای بند آویزشه. دیگه فکر نمی کنم چیزی مونده باشه که بخوام بهتون بگم. بریم توش سالت بریزیم. سالتی که میخوام داخلش بریزم برند پادسالت، طعم تنباکوی سیگار و ابسنت. حالا اگر ندیدید ویدیوشو براتون ساجست میکنم اونم ببینید. یه ذره شیکش کنیم. من دوربینو بیارم عقب. خب رو همون کارتریج 18 هم میخوام استفاده بکنم. کویلاشم به صورت فشاری هستش، یعنی این قسمت رو اگر ببینید یه تخی داره این بر یه نیم دایره داره. این کویلم به این شکله، میذارید اینجا و فشار میدید داخل و میره سر جاش قرار میگیره. اینجا هم یه دریچه هوا دارین که میتونیم باز و بستش کنیم. من تو تجربه‌ای که داشتم اینو که بستم خیلی اسپید بک داشتم، یعنی جوس، پاچش جوس توی دهان. به نظرم باز باشه خیلی بهتره. برای باز کردن کارتریج هم این قسمت سیاه رو میگیریم اینجوری رو به پایین باز میشه و از این قسمت قرمز رنگ جوس رو شارژ میکنیم داخلش. ببینید به این شکل. چقدر شد؟ یه ذره دیگه بریزم. خب کافی هم اینم بذارم اینجا بمونه. اینم از این. بریم برگردیم برای جمع‌بندی نهایی. خب من برگشتم با یوول جیز 2. بریم ازش کام بگیریم. این کام هم که میگیریم این بغلش ببینید خیلی سخته نشون دادن، ولی ببینید این LED شه که RGB و مولتی کالر رو حالا رنگاش تغییر میکنه. تمرسانی خوبیه. از مثلا یوول کالیبورن G و G2 فکر میکنم یه مقدار راه هواش یا ایرفلوش بازتره. تمرسانی خیلی خوبی داره، یعنی طعم خنکیه رو دارم، طعم خود تنباکوه رو دارم، طعم ابسنتر هم دارم، ولی خب تنباکو کمتره، طعم اون ابسنت و خنکیه یه مقدار بیشتره. کامدهیش خوبه نسبت به پاد بودنش، کامدهی خوبی داره، گلو رو خیلی اذیت نمیکنه. یه بدی که میتونم یا یه ایرادی که میتونم روش بذارم اینه که دیگه الان همه دستگاه تقریبا 70-80% دستگاه یه ایرفلوی قابل تنظیم دارن که این نداره و فکر میکنم این یه ذره بدش کرده. چجوری بهتون بگم، یه مقدار راه هواش برای من بازه. کامدهیش هم دارید میبینید قابل قبوله. از یه دستگاه فسقلی مثل این کامدهی خب مورد قبول من هست. نیکوتین رسانیش هم یه مقدار کمه با نیکوتین 25 که من دارم استفاده میکنم یه مقدار کمه و ریزش هم تا الان نداشته. روی کارتریج روی کویل 18 هم باید یه مقدار گیراییش بیشتر باشه که نیست. کام آخرم بگیرم. آره ببینید من هی اینو میدم پایین توی ریه که بخواد گیراییش بیشتر شه، نمیشه. یه کام آخری رو بگیرم اینجا حبسش کنم ببینم چی میشه. نه گیراییش اونقدر زیاد نیست، البته که خنکی هم یه مقدار کم بی تأثیر نیست توی گیرایی کمش. گفتم طعمو خیلی خوب داره بهم میرسونه، خیلی خوب. بحث لیکیج یه مقدار خوب اذیت کننده است توی این مدل کارتریج و کویل. حجم بخارش خیلی خوبه، میتونم بگم واقعا حجم بخارش خیلی خوبه. این که فسقلم خیلی جذابش کرده. حالا درسته من دل خوشی از این برند ندارم، ولی خوشگل و گوگلی بودنشو دارم میگم بهتون دیگه.
یعنی فکر میکنم بگم الان نگم داستانشو برام. فکر میکنم خانوما خیلی بیشتر دوست داشته باشن، خدایا داستان نشه برای من. فکر میکنم خانوما بیشتر از آقایون اینو دوست داشته باشن به خاطر فرم و استایلش. دیگه هم هیچی نمیمونه دیگه، همه چی رو توضیح دادم بهتون. یادتون باشه کانال ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، لایک کامنت قلب سیاه فراموش نشه. من هرچی میگم یه داستانی میشه، اینجوری خدافظی کردم گفتن نکن، اینجوری کردم گفتم نکن. همون داستان اینستاگرامو میرم. ممنونم که تا آخر ویدیو با هم همراه بودین. تا درود دیگر، بدرود.